این اینجا ماهیچه سرشانه به سمت پهلو میاد. دنده ها این قسمت ها هستن. زانو، حجم ساق، استخوان قوزک پا، پاشنه، گودی زیر پنجه پا و محوطه پنجه و انگشتان. پای دیگه رو نمیکشم فعلا توی این جلسه هم، به خاطر اینکه توی این فضا دیگه خیلی شلوغ نشه و درگیر نشن با هم. محو کن برای زدن تیرگی در یک سطح وسیع خیلی میتونه کمک بکنه. اشاره هم به چهره میکنم. قسمت ابروها، زیر بینی، فک، گوش در حد فاصله بین ابروها و زیر بینی بود. حجم پشت سر، دوباره پیشانی. ببینید پشت سر قسمت مخچه کاملا چسبیده به گردن، زیر گوش، لاله گوش، بالای گوش، ابروها، شیب بینی، فک. من یک سایه روشن خیلی جزئی بزنم که مشخص‌تر و قابل تفکیک‌تر بشه. یعنی گودی چشم‌ها فقط با یک سایه، گردن، هیچگاه، گوشه های لب فقط اگر مشخص بشه. کل فرم لب‌ها و دهن خودش رو نشون میده. میتونم یک حالا نظرم رو عوض بکنم و میتونم با یک رنگ دیگه پای چپ فیگورم رو کار بکنم. ببینید خطی که اول میکشید که محدوده و مسیر پا یا هر قسمت دیگه دست رو مشخص میکنه یا سر رو، میتونه خط بلندتری هم باشه، ولی بعد از اینکه خط اولیت رو کشیدی، چند تا خط اول رو کشیدی، حالا چه کمتر بهتر، من چند بار کشیدم که اینو توضیح بدم و توی تصویر ویدیو مشخص باشه، دیده بشه. بقیه یک خط میتونه کافی باشه. این خط اگر هم بلندتر باشه از اون قسمت اشکالی نداره. بعد از کشیدن این خطی که ما میاییم باید تناسب درست رو تثبیت میکنیم توی کارمون. مثلا من توی این کارم دیگه زانو رو میتونم مثلا این قسمت بذارم. حالا یک حسابی بکنم طبق اون محاسبات دو سر. قرار بود که از اینجا شروع بشه پا، عین دست، اون قضیه که توی دست توضیح دادم، در نتیجه این پا هم از همین قسمت شروع شده. یک سر و سر دوم. پس جایی که من مشخص کردم کاملا درست بود. این قسمت زانو. ببینید برجستگی، یک نکته خیلی جالبی براتون توضیح بدم. برجستگی که اینجا من سعی میکنم از رنگ‌های مختلفی استفاده بکنم که کاملا قابل تشخیص باشه. ببینید این قوسی که ران داره اینجا هم توی این حالت هم این قوس رو داره، یعنی برجستگی ماهیچه های 4 سر ران. و این قوس منفی که اینجا داره، تو رفتگی که جلوی ساق داره، توی این حالت هم این هست. باز دوباره فرمای ساده، استوانه
استوانه ران شکل میتونیم اسمش رو بذاریم. خب توی ویدیوهای قبل توضیح داده بودم که هر چیزی که از ما دوره، ما پرسپکتیو بجز پرسپکتیو اندازه، پرسپکتیو تیرگی، روشنی، وضوح و خلوص رنگ ها و داریم. در نتیجه پایه دورتر رو من سعی میکنم کم رنگتر بکشم و بیشتر از سایه استفاده بکنم. فعلا تناسبش رو یک سر، دو سر و قسمت پنجه پا. پس ما دوباره داریم یک استوانه دیگه و اینجا زاویه‌ای که اینجا این دوتا ماهیچه ساق و ماهیچه زیر ران با هم دیگه درگیر میشن، این زاویه رو تشکیل میدن. ولی زاویه تا انتها نیست. اینجا دیگه استخوان زانو هست. همین ببینید این گودی زیبای اینجا پشت پاشنه اینجا هم هست و شیب سرسره‌ای روی پنجه، پاشنه، گودی زیر پنجه. باز دوباره یک حرکت برعکس اینجا هست. اینجا به این شکل گوده و اینجا هم به این شکل. اینجا گود، اینجا برجسته. توی این قسمت انگشت شست پیداست توی این زاویه این پا، ولی توی این پا انگشت کوچیک پا. دوباره برمیگردم چون احساس کردم این پا یک مقدار بیش از اون چیزی که میخواستم تیره شد. پس در نتیجه باید پای سمت راست رو یک مقدار تیره تر بکنم. برای اینکه نشون بدم این زاویه اینجا تشکیل میشه، یک مقدار من این خط رو بلندتر کشیدم. اضافاتش رو میگیرم. زانو، زانو، زیر باسن، ساق، زیر ساق. این قسمت میتونه تیره تر باشه. زیرها تیره ترن همیشه، همچنان که توی درسای چهره براتون توضیح میدادم. زیر بینی، زیر لب بالایی، زیر چانه، زیرها کلا تیره تر هستن، خاطر اینکه تو اکثر زاویه های تابش نور این قسمت ها کمتر نور بهشون میرسه. و دیگر زیر سینه، زیر بغل، عزیزانی که متقاضی کنکور هنر هستند و حالا امسال یا سالهای آینده میخوان وارد دانشگاه هنر بشن، این آموزش ها خیلی 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 برای شما مفیده. البته در برنامه ما هست که در آینده اختصاصاً برنامه‌هایی رو ضبط بکنیم برای آموزش اون دوستان.
ولی خب همین برنامه هایی هم که الان ما توی کانالمون داریم، چه چهره ها، چه کارهای مداد رنگی و مخصوصا فیگورها بسیار بسیار براتون مفیده و مطالبی رو اینجا میتونید یاد بگیرید که به جرئت میتونم بگم توی خیلی خیلی جاهای دیگه نمیتونید این همه مطالب رو، مجموع این مطالب رو یک جا و در موقع خودش کاملا کاربردی به دست بیارید و یاد بگیرید. در نتیجه خیلی جدی بگیرید این آموزش ها رو و پیگیر باشید. این هم از کلاس سوم آموزش فیگوراتیو. امیدوارم که با دقت ببینید چند بار توی همین فضای یوتیوب. سوالاتتون رو، نظراتتون رو، پیشنهاداتتون رو برامون کامنت کنید. قبل از هر چیز سابسکرایب بکنید که هیچ کدوم از برنامه ها رو از دست ندید. موفق باشید. بدرود.